هممون میدونین مصری‌ها معروف‌ترین مومیایی کننده های تاریخ بودن. اونها از حدود 2600 سال قبل از میلاد شروع کردن بدن مرده ها رو با نمک مخصوصی به اسم ناترون خشک کنن. اول اندامهای داخلی رو در می آوردن و جدا توی کوزه هایی به اسم کاناپیک جار می زاشتن و در نهایت بدن رو با پارچه های کتان می پیچیده. اما مصر تنها جایی نبود که مومیایی سازی وجود داشت. توی شیلی و پرو تمدنی به اسم چینجرو حتی زودتر از مصری ها مومیایی می ساخت. یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد. پس فهمیدیم مومیایی کردن تنها مختص به مصری ها نبوده و از هزاران سال پیش مرسوم بوده در جوامع مختلف. حالا توی این ویدیو میخوایم چند تا از معروف ترین مومیایی های تاریخ رو با هم بشناسیم. تا آخر ویدیو همراه باشید. یادتون نره چانلمون رو سابسکرایب کنید. اولی مومیایی که بهش میپردازیم مومیایی مرد یخی قدسیه نامی گرفته. در سال 1991 دو تا کوهنورد توی مرز بین اتریش و ایتالیا به طور اتفاقی این جسد رو پیدا میکنن. اول فکر کردن جنازه یک کوهنورد گم شده، اما وقتی دانشمندا بررسی کردن مات و مبهوت شدن. بدن مربوط به حدود 3300 سال قبل از میلاد بود، یعنی تقریباً 5300 سال پیش. جالب اینجا است که بدن قدسی تقریباً سالم مونده بود. حتی تتوهایی روی بدنش پیدا کردن. تتوهاش خیلی داستانو عجیب تر می‌کردن، چون درست روی نقاطی بودن که احتمالاً درد مفصلی یا مشکل جسمی داشته. دانشمندا شک کردن شاید نوعی درمان باستانی مثل طب سوزنی بوده. اما وقتی معده‌ش رو بررسی کردن فهمیدن آخرین غذای زندگیش گوشت بز کوهی و نون بوده. ولی چیزی که ماجرا رو ترسناک در کرد این بود که یه زخم عمیق از تیر توی شونش پیدا شد. یعنی قدسی احتمالاً به قتل رسیده بود و ما هنوز نمیدونیم چرا و به دست کی. حالا بریم اونور دنیا، به آمریکای جنوبی. توی کوههای پرو یک کشف دیگه شوک بزرگی به دنیای باستان شناسی داد. مومیایی های بچه های اینکا. ماجرا این بود که توی سال 1999 گروهی از دانشمندا روی کوه لایلاکو که حدود 6000 متر ارتفاع داره یه مقبره عجیب پیدا کردن. داخلش 3 تا بچه بودن که بدنشون فوق‌العاده سالم مونده بود. انگار همین دیروز خوابیده باشن. این 3 نفر رو دوشیزه یخزده، پسر کوچک و دوشیزه جوانتر صدا میکنن. آزمایش‌ها نشون داد این بچه‌ها حدود 500 سال پیش به عنوان قربانی مذهبی انتخاب شده بودند. فرهنگ اینکاها باور داشتن برای راضی کردن خدایان باید بچه‌های زیبا و بیگناه رو به قلده‌های کوه‌ها ببرن، بعد با تشریفات خاصی قربونی کنن. حتی توی معدهشون بقایای ذرت و برگ کوکا پیدا شد. یعنی قبل از مراسم بهشون غذا و ماده‌ای میدادن که هم انرژی بده هم باعث آرامش بشه. چیزی که این مومیایی‌ها رو فوق‌العاده خاص میکنه حفظ شدن کامل جزئیات صورت، موها و حتی لباساشونه. دانشمندان میگن وقتی بهشون نگاه میکنی حس میکنی همین الان ممکنه بیدار بشن. این یکی از نمونه‌هایی که تاریخ رو تبدیل به کابوس واقعی میکنه. اما از آلپ و پرو بریم به امریکا، جایی که یکی از مرموزترین مومیایی‌های دنیا پیدا شد، مومیایی سان پدرو. سال 1939 توی وایومینگ آمریکا 2 معدنچی وقتی داشتن دنبال طلا میگشتن توی غار به یه چیز عجیب رسیدن. بدن خشک شده یه موجودی شبیه انسان اما خیلی کوچیک. این مومیایی فقط حدود 35 سانتی متر قد داشت. ظاهر شبیه یه آدم بالغ بود با صورت چروکیده و دندونای کامل. همین باعث شد کلی شایعه به وجود بیاد. بعضیا گفتن موجودات فضایی بودن، بعضیا گفتن قوم‌های ناشناخته کوتاه قد. بعدن دانشمندا با بررسی‌های اشعه ایکس فهمیدن که این بدن واقعا انسان بوده، اما یا یه نوزاد دچار بیماری ژنتیکی خاص یا یه جنین تقریبا کامل. هنوزم اختلاف نظر وجود داره. مشکل اینجاست که خود مومیایی اصلی ناپدید شد و الان فقط عکس‌ها و گزارش‌های علمی ازش مونده و خب همین موضوع ماجرا رو 100 برابر مرموزتر میکنه. یکی دیگه از
معروفترین مومیایی های دنیا رامسس دوم، فرعون بزرگ مصر بود. این همون کسیه که خیلی‌ها میگن همون فرعونی بود که با موسی صلوات الله علیه درگیر شد. مومیای رامسس سال 1881 کشف شد و وقتی دانشمندا بررسیش کردن فهمیدن حدود 90 سال عمر کرده بوده. حتی آثار جراحی روی بدنش پیدا شد که نشون میداد اون زمان هم نوعی دانش پزشکی داشتن. جالبتر این که سال 1974 مومیایی رمسس رو برای ترمیم به فرانسه بردن و توی پاسپورتش نوشته بودن شاه درگذشته مصر. از مصر که بگذریم بریم به آسیا. توی چین مومیایی خیلی مشهوری وجود داره به اسم بانوی دای یا لیدی دای. این زن حدود 2000 سال پیش زندگی میکرده و بدنش توی یک مقبره عجیب پیدا شد. چیزی که همه رو شوکه کرد این بود که بدنش به شکل باور نکردنی سالم مونده بود. پوستش هنوز نرم بود، موهاش سر جاش بود، حتی رگ‌ها و اندام‌های داخلیش هم دست نخورده بودن. تا جایی که پزشکا تونستن کالبدچیکافی کامل انجام بدن، انگار روی یه بدن تازه داشتن کالبدچیکافی می‌کردن. وقتی به این مومیایی ها نگاه میکنیم میبینیم هر کدومشون یه راز حل نشده از گذشته است. قدسی که به قتل رسید اما هنوز قاتلش ناشناخته است. بچه های اینکا که قربانی خدایان شدن اما چرا همچین سنت وحشتناکی وجود داشت؟ و مومیای سان پدرو که معلوم نیست یه نوزاد ناقص بود یا یه موجود عجیب و ناشناخته. هرچی هست مومیایی ها مثل یه پنجره به گذشتن، پنجره‌ای که بیشتر از این که جواب بدن سوالهای تازه به وجود میارن. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. لطفاً اگر از محتوا خوشتون اومد یادتون نره حتما لایک و جهت رشد کانال نظرات قشنگتون رو کامنت کنید.